забон омили ҳастии миллат мебошад. ҳеҷ як миллат бидуни мавҷудияти забон вуҷуд дошта наметавонад, зеро забон чароғи раҳнамои худшиносиву худафрӯзии ҳар миллат мебошад. бояд онро ҳамчун волотарин мерос ба наслҳои оянда расон, то ин ки номи миллат аз саҳфаҳои таърих маҳв нагардад. ҳамасола рӯзи 21 феврал бо мақсади арҷгузорӣ ва эҳтиром ба забони модарӣ дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии забони модарӣ ҷашн гирифта мешавад. 11-умин ҳамоиши Лондон оид ба посдории забони гӯҳарбори форсӣ низ ба муносибати рӯзи ҷаҳонии забони модарӣ баргузор шуд. боиси хурсандӣ ва мояи фахру ифтихор аст ки форсзабонони Лондон дар қатори дигар қадриятҳо, расму оин, урфу одат ки аз нишонаҳои ҳуввияти миллӣ маҳсуб мегардад, забони модарӣ худро низ ҳамеша қадр менамоянд ва арҷ мегузоранд. дар 11-умин ҳамоиши Лондон ки аз ҷониби қонуни фаромарзии ҳамёрии форсизабонони Лондон дар донишгоҳи Вестминстери Бритониё доир гардид, ин гуфтаҳо бори дигар тасдиқи худро ёфт. сараввал дар толори намоишгоҳи китобҳо ва либосҳои миллӣ ки дар доираи ин ҳамоиш ташкил карда шуда буд, аҳли чорабинӣ сарҷамъ омада аз тамошои ин зебогиҳои миллӣ баҳраманд гардиданд. با تفاوت از سالهای پیشینه در اینجا اثرهای رسام معروف دوره تیموری کمال‌الدین بهزاد که از هم‌عصران ادیبان محبوب ما جامی و نوایی بود نیز به نمایش گذاشته شده بود. در ردیف این اثرها ما آفریده‌های نقاشبانوی افغانستانی سدابه کامروا را نیز دیدیم و خانم را به صحبت دعوت کردیم. امروز ما با دستاوردی که می‌بینین آمدیم نقاشی‌های خود آوردیم تا در این قسم بتانیم اما فریاد خاموش زنای کشور ما را تبارز بتیم. ما در مورد یک خانم که در گوشه خانه است یا در یک فضایی که خاموش است، در سکوت است و یگانه چیزی که این خانم میخواه درس و تعلیم و آزادیش است و این هم از آثار است که از رقص سما است که همو از عشق است و محبت است و باقی همه هیچ که در حالت رقصیدن هستند و همچنان او هم یکی از نمادهای اعتراضی لبسیدین سرخ یا روژ سرخ است که یکی از کارزارهایی بود که ما از طریق سوشال میدیا انجام داده بودیم به نام امو روژ سرخ یا لبسیدین سرخ. دیگه یک پرنده است، امو نسل ما گفتیم که مثل باید پرنده همه آزاد باشه و یکی از دیگه آثارم نماد از شب یلداست با خانمی که بازم کتاب از مولانای عشق به دستش هست. سپس قسمت اساسی چاره‌بینی را مسئول کانون آقای جمال الدین حیدری حسن افتتاح بخشید و مطیع چاره‌بینی سرود زبان فارسی صدا داد. شام تا بکاجن هستن تا خجن آینه دار عالم بالاست پارسی آینه دار عالم بالاست پارسی آینه دار عالم بالاست پارسی. در همایش چند نفر از مشاهیرین جمعیت فارسی زبانان بابت تاریخ، نفوذ، فصاحت و بلاغت زبان شکربار فارسی نطق ایراد کردند. اینچنین راه‌های ترغیب و تشویق زبان آموزی نیز بررسی گردید. اگر کسی زبان خود فراموش میکنه در حقیقت هویت خود فراموش داره. بناهن ما باید در این عرصه بسیار زیاد کوشش کنیم تا اطفال ما، خود ما، نوجوانای ما زبان خود از بین نبرن و بتانیم توسط کورس ها، توسط حمایت های مردم و توسط مکاتب بتانیم اینا رو دوباره زبانشان برشان بیاموزیم، چون اکثر طفل ها در خارج به دنیا آمدن زبان خود درست نمیدانن. در این عرصه ما باید بسیار کوشا باشیم تا اونا زبان خود دوباره یاد بگیرن. در تمام جهان امروز کوشش میکنن که زبان مادری تقویت شود و همیشه زنده نگه داشته شود. ما که در مهاجرت هستیم کوشش کنیم که فرزندان خود زبان مادری خود یاد بدیم و یا علاقمند بسازیمشان که یاد بگیرن. باید تاکید نمود که کانون فرامرزی همیاری فارسی زبانان برای به نسل نورس آموزانیدن زبان فارسی نیز سهم ارزنده دارد.
این دخترکانی که با زبان فارسی شعرخوانی می کنند از خوانندگان همین مؤسسه هستند که زمان حتی یک کلمه با زبان فارسی نمی دانستند. امروز باشد در برابر آموختن زبان باز با این زبان شعر هم می خوانند که خیلی خرسندی بخش است، گفتند دستاندکاران چاره‌بینی. لهجه‌ام توی دارید گفت و شنودم پارسی. به نظر من ما جوانان باید فعالتر باشیم و گذشتگان خود را فراموش نکنیم که یکی از فرهنگ‌های دیرینه و قدیمی که ما داریم باید افتخار داشته باشیم و همچنین محفل‌های فرهنگی اشتراک کنیم. دقیقاً ما در کشورهایی که در مهاجرت زندگی میکنیم باید در مراسم‌های فرهنگی اجتماعی باید اشتراک کنیم و در شب نشینی‌ها، مهمانی‌ها با عزیزان خود و در خانه با فرزندان خود باید با زبان مادری صحبت کنیم که تا فراموش نکنن و عنعنه و کلچر خود با هم داشته باشیم و یاد بدیم براشون. در دوام همایش مراسم سپاریدن جایزه جهانی قند پارسی دایر گردید که غالبان امساله آن در بخش ادبیات شاعر، نویسنده، تاریخشناس افغانستانی لطیف ناظمی، در بخش علم پروفسور مایکل باری، خراسان شناس، رئیس دانشکده آسیا شناسی در دانشگاه امریکا و در بخش هنر آوازخوان معروف تاجیکستانی نگین امانقلووا دانسته شدند. برایم مایه افتخار است و خوشحالی بزرگ است که امسال در عرصه خدمت زبان پارسی و میراث کهن آن از راه موسیقی شایسته دریافت جایزه جهانی قند پارسی دانسته شدم. این افتخار را از آن همه هنرمندان و دوستداران این زبان مشترک می دانم. زبان مادری ریشه هویت و پل پیوند نسل هاست و پاسداری از آن پاسداری از فرهنگ و تاریخ ماست. باید بگویم که از روزگار جوانی دلداده زبان فارسی بودم. از همین جهت بنا به همین انگیزه رفتم زبان فارسی را خواندم تا مراحل آخرینش و به این هم قانع نشدم. آنچه که اندک میدانم برای جوانان وطن خود هم ارمغان بتم و شریک بسازم. زیاد راضی نیستم. علتش هم این بوده که سالهای زیادی را من در غربت گذاشتم، امکانات زیاد نبود، ولی به هر حال خوشحال هستم که همین قدر کوشش و زحمت و علاقه و دلدادگی که به زبان فارسی دارم امروز ثمری از این میبینم. این مایه شادمانی است برای من. اینچنین در همایش بار اول با 5 نفر که در رویه‌های گوناگون با کانون همکاری دارند به صفت قدرشناسی لوحی مخصوص کانون همیاری سپاریده شد. هر نفری که در این همایش فرهنگی شرکت داشت میخواست عاید زبان مادری و شیوه‌های زیبای آن چیزی گوید که این خود از تأثیرپذیری چاره‌بینی گواهی عمیق میداد. زبان مادری ما به حساب ما ازارگی میگیم دیگه. 2 سال قبل یک برنامه بود از ما دعوت کرده بودن، برای اینا تشریح کرده بودم که همین چیزایی که زبان دری یا فارسی گفته میشه ما در زبان ازارگی چطور صحبت میکنیم. پدر آتا میگیم، مادر آپا میگیم، برادر برار میگیم، خواهر خوار میگیم یا الله میگیم، خواهر کلان الله میگیم. به همین خاطر امروز هم که آمدیم بازم به خاطر زبان مادری است و از این روز همیشه احترام میکنیم، پاسدار زبان فارسی هستیم. مصاحب نوبتی ما پروفسور خراسان شناس رئیس دانشکده آسیا شناسی دانشگاه امریکا پروفسور مایکل باری که نیز از اشتراکداران چاره‌بینی و یکی از غالبان جایزه جهانی قند پارسی بود، عاید بحث‌های نامبرشوی این زبان گوهربار که در جای فارسی، در جای دری و در جای تاجیکی میگویند و برخی از دوستان حتی در سامانه‌های اجتماعی بحث برانگیزی‌ها هم میکنند، چنین نکته‌ها را بررسی کرد. اگر جدا کنیم این زبان در میان لهجه تاجیکی یا کابلی، دری
دنیا دیگر فراموش میکنه که این زبان سراسر آسیا دیگر نفوذ داشت و یک گنجینه مشترک قطع منقسم میکنیم و نقص است. امروز زبان فارسی مثل زبان اسپانیولی پیش اشاره و علم دفاع حقوق بشر می باشه و از او خاطر کل مردم فارسی زبان که اینقدر مظلوم است یا در ایران یا در افغانستان باید در همبستگی دفاع همین گنجینه فرهنگی کنند، از خاطر اینکه تنها عنانت خودشان مربوط به این می باشه بلکه یک هدیه است برای دنیا با این ادبیات به نظیر که زبان فارسی داره و که سراسر همین ممالک از دولت عثمانی الی دولت بابری و استفاده شاهکارها با وجود آورده بوده و من همین دعوت میکنم و برادرها و خواهرای عزیز فارسی زبان تمرکز کنید که شما پاسداران یک گنجینه مشترک هستند و این گنجینه پراکنده نکنید. همایش نوبتی لندن که به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد خیلی خاطرمند بود. رقص و سرودهای دلنشین اشتراکچیان شکوه چاره‌بینی را افزود. در خاتمه این سخنان حبیب رحمانی پیدرام را که نماینده مردمی هرات در پارلمان بود چون خلاصه برنامه پیشکشتان می سازیم. فارسی، دری یا تاجیکی، این هر سه نام گرامی و محترم زبان مادری ماست، زبان مشترک همه فارسی زبانان و همه ما مسئولیت داریم، رسالت داریم تا در راستای محافظت از این زبان تلاش بکنیم، کار بکنیم و سپس این زبان گوهرین را، این تمدن مستغنی را به نسل‌های آینده انتقال بدیم. فاروق یلداشف از لندن مخصوص برای آریان.